دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جوانان بالیاقت را برای تحصیل در دانشگاه از روی اختصاص‌های زیرین دعوت می‌نماید: حقوق شناسی، خدمات گمرکی، سیاست شناسی، مناسبت‌های بین المللی، دیپلماتیا، مالیه و قرض، انداز و اندازبندی، اقتصادیات جهانی، اداره دولتی، منیجمنت مالیوی و حسابگیری بوغالتری، تحلیل و اودیت، اقتصادیات و اداره در کارخانه‌ها، مارکتینگ در کمپلکس آگروصنعتی، تکنولوژی و نظام اطلاعاتی در اقتصادیات، کار بانکی، نظام و تکنولوژی اطلاعاتی، تکنولوژی اطلاعاتی و اداره‌کنی تلکمونیکاسیونی، اودیت و ریویزیا، تامینات زبانی، رابطه‌های بین فرهنگی، تاریخ، سیاست شناسی، وب دیزاین و گرافیکای کامپیوتری، سیستم‌های اتوماتیک کننده شده و بیزنس ماموریتچگی. همچنین شما امکان دارید که در شعبه غایبانه از روی اختصاص‌های حقوق شناسی، تاریخ، سیاست شناسی، کار بانکی، مالیه و قرض، اداره دولتی و حسابگیری بوغالتری، تحلیل و اودیت، خدمات گمرکی، تکنولوژی و نظام اطلاعاتی در اقتصادیات تحصیل نمایید. در جدول مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مرکز ملی تستی دانشگاه ما با رمز 110 اشاره شده است. تحصیل در دانشگاه پرره شرطنامه‌ای میباشد. دانشجو دخترانی از ناحیه‌های دوردست آمده با خوابگاه تامین میشوند. سراغ ما شهر خوجند، میکروناحیه 17 خانه 1 بینای اساسی دانشگاه. دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، راه شما به سوی آینده درخشان.